پیش بوده. حافظه تاریخی یاری باید بکنه، حافظه ماهی 8 ثانیه‌ای که نداریم. مردمی که به جمهوری اسلامی به گلوله باج ندادن و نترسیدن، به هیچ نفر دیگه، به هیچ سیستم، به هیچ فرد دیگه‌ای هم باج نخواهند داد و این اصل باید پیاده بشه در ایران و افتخار میکنم به عنوان یک ایرانی که هموطنی به عنوان عبدالحمید و شماها دارم که اینقدر روشن فکرانه داریم فکر میکنیم، با اینکه عبدالحمید در یکی از محرومترین استانها هست ولی دغدغه تمام ایرانی‌ها رو داره. این یعنی شرافت، این یعنی که از خود گذشتن، این یعنی که منفعت طلب نیستم، به فکر یک فرد یا گروه خاصی نیستم. این برای من ارزشمند و زیباست. به اون نقطه برسیم، ایرانی بسیار بسیار زیبا، سعادتمند، پیشرفته، ایرانی با عدالت و برابری داریم. این برای من ارزشمنده. من دست شما رو که نه، پای تک تک شما رو به عنوان یک هموطن میبوسم، گرچه خارج از ایران هستم ولی تا اونجایی که بتونم هر کاری که بشه با افتخار برای همچین مردمانی انجام میدم. ما با شرف داریم در تمام نقاط ایران، در این حالا سوء تفاهم نشه، ولی واقعا این مردم با اون شرایطی که من دارم میبینم هر جمعه اومدن، یعنی دمشون گرم که این انقلاب رو زنده نگه داشتن. پاینده باشید عزیزان، خواستم اینو بگم و ببخشید که زیاد صحبت کردم. مرسی آقا امید از سخنان. بفرمایید. سپاسگزارم. دوست عزیزمون صحبت‌های بسیار زیبایی فرمودید. فقط در خصوص آمار اعدامی و با اینکه همیشه ما در سرکوب و در نوع سرکوب هم بر مردم بلوچستان و بر مردم بلوچ دائما تبعیض مضاعفی روشون بردن و اعدام کردن. این آمار از 10 نفر، شاید از این آماری که من اعلام میکنم بیشتر از سراغ داشته باشن. خواستم اینو اصلاح کنم. سپاس. جناب احمدی ببخشید من توی مایکتون میام. من 15 نفرشون میدونستیم ما، چون اتفاقا همون موقع ما یه حمله کردیم به رسانه‌های فارسی زبانی که خارج از ایران بوده. حالا فارسی زبان که نه، رسانه‌های نمیدونم ایرانی بگم چی بگم، اینا رسانه‌های منفعت طلب ایران اینترنشنال و بی بی سی و من و تو که اصلا این خبر رو کاور نکرده بودن. 15 نفر رو من شنیده بودم که خودمون اتفاقا پخش کرده بودیم. بله میگم متاسفانه نابرابری خیلی شده حتی از نظر رسانه‌ای. من قطعاً با شما موافق هستم ولی بهتون قول میدم که تمامی اینها بعد از جمهوری اسلامی این که باید قطعاً به زباله‌دان تاریخ بره جبران بشه و اون کسی که بیشتر در ظلم و ستم و رنج بوده حق بیشتری داره. این بنا به استناد منطق و عقل هستش. عذر میخوام اومدم توی مایکتون. کاملا مطلب شما مطلب درست و حقی بود. ممنونم از شما. من دیدم آقای بلوچ، آقای بزرگزاده چند دفعه مایک زدن. اگر میتونید صحبت کنید بفرمایید. نمیدونم بعد گوش میکنم به نیم ساعت یک ساعت یک ساعت شده رفتم خونه میشه صحبت کنم ولی گوش میدم به چی دستم گوش میدم به هستم. ممنونم از شما. من از همه که در روم هستن خواهش میکنم اگه میتونید روم رو شیر کنید یا دوستانتون رو پین بکنید. اگر کسایی هستن که علاقه‌مندن بتونن بیان و شرکت کنن یا در روم حاضر باشن. کسی دیگه هستش که الان میخواد صحبت کنه؟ من مایکی نمیبینم ولی وگرنه میتونیم به ترتیب بریم. آقای احمدی صحبت کردن. آقای امیر بفرمایید اگه شما صحبتی دارید. آقا امیر نمیدونم صدای منو دارین یا نه. میخواستین صحبت کنین؟ اگر میتونین بفرمایید. این جوابی از طرف ایشون نمیاد
آقا فروت هم بفرمایید. تشکر بانو. خواستم بگم که متاسفانه هم کمیت و هم کیفیت سرکوب در بلوچستان با سایر نقاط کشور متفاوت است. از نظر کمیت که اصلا قابل قیاس نیست، از نظر کیفیت هم. و از دوستان خواهش میکنم که چون که تایتل در مورد مولانا عبدالحمید هست، سخنرانی امروز شد، حالا به صورت تیتروار، من نمیگم کلش رو مفصل، به صورت تیتروار گزیده سخنان ایشون رو در سایت های مختلف در اینترنت جستجو بکنن تا بهتر بتونن در بحث مشارکت بکنند و گفتگوی اتاق هم بر محور تایتل اتاق باشه. چشم بانو، من تا دقایق دیگر میرسم خونه، در کنار شما همچنان هستم و اون موقع بیشتر میتونم مشارکت بکنم. فعلا مایک در اختیار شما. ممنونم از شما. دوباره آقا امیر رو صدا میکنم اگر الان موقعیت دارن که صحبت کنن. درود بر شما. من مقداری دستم بنده، شما صحبت کنید، من برمیگردم. ممنون از شما. آقا بلوچ بفرمایید. بانو هانی ببخشید، البته برای یکم سخت فارسی حرف زدن. این آقایونی که حالا نمیدونم به نمایندگی از چه کسی همچه قولایی میدن که دیگر چنین نخواهد بود. ما از این قولها زیاد دیدیم. هر کدوم از این دوستانی که به قول خودشان ایستن و مرکزی و تمرکزگرایی اینا، من مثلا همین آقای که اومد گفت که تا به حال هم میدونیم همه این ظلم ها به شما شده است، اما از این به بعد نخواهد شد. با شما از طرف چه کسی این حرف رو میزنید؟ شما نماینده کسی هستید؟ از جانب حزبی هستید؟ از جانب طرفی هستید؟ از جانب خود یک نفرتون؟ چون در 57 هم همچین قولهایی دادن. فکر نکنم کسی قبل از اینکه بیاد حکومت رو بگیره بگه که آقا من میام به همه ظلم میکنم، میکشم، زندون میکنم، نمیدونم فلان کار میکنم. همه اول میان میگن که بله همه ظلم شده است، ظلم رو ما بر میداریم، درسته قبلی ها خراب بودن، ما خوبیم، اونا طاغوت بودن، ما یاقوتی. به هر حال چه تضمینی وجود داره؟ چجور شما میگید که دیگر این ستم بر بلوچ ها ادامه دار نخواهد؟ کدوم تضمین وجود داره است؟ چگونه این رو میشود یک بلوچ یک من به شما اعتماد کنم که این حرفتون راست است، در حالی که تمام طول تاریخ ما دیدیم همه این حرفا دروغ بوده است. از ابتدای تاریخ که ما نگاه میکنیم تا به امروز هرگز ستم ملی رفع نشده، هرگز حقوق ملت را داده نشده. نمیدونم حالا با توجه به چیزایی هم که ما میشنم فکر نمی کنم که بعدش هم با توجه به اینکه نمیخوام به همون سیستم قبلی برگردن، سیستمی که هممون دیدیم. مارگزیده از ریسمان سیاه‌وسفید میترسد به قول به زبان فارسی. من نمیدونم، من اصلا نمیفهمم. من البته اغلب اتاقها گوش میدم، حرف نمیزنم، چون ما میگیم که خداوند به ما دو گوش داده یک زبان، یعنی اگر همونقدر که حرف میزنی دو برابرش رو باید گوش کنی. ولی ما هر چی گوش کردم توی اتاقها فقط همین، آقا دیگر نخواهد شد. چگونه نخواهد شد؟ کدوم تضمین؟ چه کسی این رو گفته؟ اونی که گفته چه کار است؟ چه کار است اصلا؟ فقط میان به ما دلداری میدن. ما میدونیم، بله میدونیم به شما ستم شده است، شما نمیدونم عقب نگه داشته شدید، شما کارخونه ندارید، شما نمیدونم گازولکش هستید، شما قاچاقچی هستید، همه اینا بودید دیگه نیستید. چجوری آخه؟ چجور من برای چجور باور کنم؟ چجور باور کنم که به من اجازه داده خواهد شد به زبان مادریم درس بکنم، یا اینکه
به هر حال توی منطقه جغرافیایی خودم اختیاراتی داشته باشم. چجور میخوای من رو به این باور برسونی که اتفاق خواهد افتاد؟ ببخشید، سلامت باشید. گوش میدم. ممنونم از شما آقای بلوچ، واقعا چیزای خوبی رو مطرح کردیم و واقعا نگرانیتونم میفهمم. نمیدونم دوستان اینجا اگر کسی هستش که میخوان به این سوال پاسخ بدن. آقای بهزاد مایک میزنن. بفرمایید آقای بهزاد. سلام و درود میفرستم به همه دوستان. من بلوچ نیستم، اما بلوچ ها برادران و خواهران. از این زاویه من محق میدونم خودم رو برای برادران و خواهرانم حرف بزنم. اگه نظری دارم، پیشنهادی دارم یا سوالی دارم، خب از برادران و خواهرانم بپرسم. سوالی که بلوچ کرد دقیقاً سوال مهم و جدی. با قسم و آیه به من اعتماد بکنید، من آدم خوبی هستم، من بهتون قول میدم این حداقل 100 سال گذشته به همه ستم دیدگان، هم از آنهایی که ستم ملی کشیدن تا اون زحمت کشانی که واقعا برای بردن نان به خانهشون مشکل داشتن، هزاران بار این قول و قرارها گذاشته شد. دیگه نمیشه. دیگه مردم از این مرز گذشتن. یک ساختار، یک اندیشه، یک باور میبایستی پا جلو بذاره و این قول رو به یک واقعیت تبدیل. و اون واقعیت هم اینه که پذیرفته بشه، فریاد بزنه که من به حق شهروندی خودم اگر اعتقاد دارم که به هر چیزی که دلم میخواد رأی بدم، حتی اگر رأیی رو که میدم مورد پذیرش اکثریت نباشد، این حق را به برادر و خواهر بلوچ و کرد و ترک و تمام ملت‌های مختلف این کشور و این جغرافیا باید پذیرفته بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر مردم بلوچ در یک رأیگیری آزادانه بدون ترس از رعب و وحشت از اینکه دستگیر میشم، اگر رأی من با دستخط من شناخته بشه فردا من و خانواده‌ام رو به زندان میکشم یا غیر و اگر به نقطه‌ای رسید که حق تعیین سرنوشت خودش را آنچه که میخواهد رأی بدهد، تو باید اون احترام بذاری. این تنها ضمانتیه که انسان‌های دیگه میتونن به هم دیگه بدن. اگر میخواد فدرالیسم داشته باشه در چارچوب جغرافیای ایران، باید بهش احترام بذاری، بگی من این حقی رو که تو برای خودت میدانی احترام میذارم و دخالت بکنه و حتی نظر بده که این فدرالیسمی که تو میگی منظور چیه، چجوری میخوای، چگونه میخوای پیش ببری، ساختارت چیه، نظر بده، به عنوان برادر و خواهر نظر بده. بنابراین حق تعیین سرنوشت انسان‌ها به دست خودشونه و این اون ضمانتیه که انسان‌ها میتونن بدن، نه قول و قرار و قسم و آیه. این یه نکته دیگه نگاه کنید دوستان. شاید در نکته‌ای که بحثی که من کوتاه میکنم در برخی از دوستان خوششون نیاد. هر کسی که روی صندلی داغ میشینه داوطلبانه این کار رو میکنه. هیچ کس منو مجبور نکرد بیام اینجا میان شما صحبت کنم. داوطلبانه انتخاب کردم بیام کنار شما آنچه را که باور دارم در میان بذارم. اگر اشتباه میکنم میبایست بپذیرم که نقد بشم. اگر درست حرف میزنم انتظار دارم این حرف درست من رو دوستان دیگه تقویت کنم. امروز صحبت‌هایی که آقای عبدالحمید کردن واقعا یک سوالات مهمی رو تو ذهن من به وجود آوردن. در این حالی که این شخصیت برجسته به درستی ایستاده و این مبارزه‌ای که حداقل در چند ماه گذشته تو جنبش انقلابی ما داره میبره جلو، ایشون ایستادن و درست دارن هدایت میکنن، اما مواضعی گرفتن که بدونه‌ای برای من واقعا مورد سوال. یک، وقتی آقای عبدالحمید
میگن یک سال به ما وقت بدین، منظورشون در چارچوب بلوچستانه و مردم بلوچستان این رو میبایستی به اصطلاح این وقت یا فرصت رو بهشون بدن، یا منظورشون در جای مختلف ایران. خب این سوال خیلی مهمیه که ما میبایستی حداقل من مایلم بدانم. دو، آیا آقای عبدالحمید مجبور بودند که حتما در مورد طالبان به اصطلاح نظر سیاسی بدن؟ چون این مسئله من موقعی که سخنان ایشون رو گوش کردم به زعم من به گونه‌ای تایید طالبان بود. خب این مردم افغانستان، برادران و خواهران ما در افغانستان دقیقاً در شرایطی از زندگی میکنن عین برادران و خواهران ما تو ایران. بنابراین این را هم من متوجه نشدم. و مسئله سوم، مسئله این همه پرسی، این رفراندوم رو جناب آقای عبدالحمید مشخص نکردن. انتظارشون اینه که نظام حاکم این رفراندوم رو برقرار بکنن، یا این که نهایتا این حاکمیت رو که تو خود بلوچستان با شعار نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی رهبری به پیش بردن دیگه، یعنی از این نظام گذشتیم. بنابراین منظورشون اینه که این رفراندوم میبایستی در اولین فرصت و بعد از براندازی این نظام انجام بگیره و ما رفراندوم بکنیم و رأی اکثریت به اصطلاح تبعیت بکنیم که خب بحث کاملا درست و مشخصی. از این زاویه به نظر من چند سوال خیلی مهمی تو سخنان مهم ایشون امروز بود، در این حالی که من از ایشون به عنوان یک شخصیت دفاع میکنم، حمایت میکنم، پشتیبانی میکنم، اما حق خودم میدونم در این برهه تاریخی که بسیار مهم و تعیین کننده است، اگر سوالی دارم، پرسشی دارم یا نقدی دارم، به عنوان یک شهروند این نقدم رو بیان کنم. خیلی ممنون که من فرصت دادید. ممنون. اجازه است خانمانی بفرمایید واجه حمزه. من یکم مشغول کاری هستم، یک چند لحظه ای نمیتونم باشم باهاتون، ولی برگشتم دوباره بهتون اطلاع میدم. اگر فعلا خودتون میتونید اداره کنید یا اینکه دوستان دیگه هستن اگر مایل باشن و بتونن کمک کنن، چون من من ادامه میدم ولی یک کامنت بذارم. باید مدیریت کنم ولی با اجازهتون یک کامنت بذارم. ببینید شما صحبت پس من واگذار میکنم به شما فعلا. بله ممنونم. مواضع مولانا عبدالحمید در مورد طالبان فرمودید، حق شما واقعیتش درستم فرمودید. ایشون خودش به صراحت گفتن باید نقد بشه. هر کس اگه نقد نشه از توش دیکتاتوری در میاد، پرتگرایی در میاد. خب بعد در مورد مواضع طالبان ایشون به صراحت در چندین سخنرانیشون گفتن که من به عنوان یک انسان شاید خوب نشناخته بودن اینا رو، و بعدش کلی انتقاد کرده در همین موردی که به حساب خانوما رو نذاشتن درس بخونن. ایشون انتقاد کرده در همین چند جمعه پیشین هم اتفاقا در همین موضوع که اون چی تصویب کردن که خانوما نباید درس بخونن این، و به صراحت گفتن که این چیشون مواضعشون فکر کردن که واقعا تغییر کردن، ولی خب بعد ایشون خودش به صراحت به حکومت سکولار باور دارن. خب میگن که دین شکست خورده، چیز واقعیتی. همین امروز هم ایشون چون در تایتل جا نمیشد نکاتی سخنان ایشون هم من کامل بذارم، ایشون میگن که ما باید به دین رو جدا کنیم از سیاست کامل و دین رو بدیم دست کسی که علمشو داره، چی حکومت و سیاست رو بدیم دست کسانی که علم داره، چه بسا بیدین باشن بر ما حکومت کنن، فرقی نداره، ایرانی باشه. و بعدش در مورد اینی که شما گفتین واسه بلوچستان یا ایران، فکر کنم ایشون گفتن که من فارغ از دین و
مذهب و قومیت و همه اول ایرانی هستیم و در چارچوب ایرانیشون صحبت میکنن. شما میتونید مراجعه کنید به گفته‌های قبلی، ایشون هستن الان در فضای مجازی کلا موجوده سخنانیشون میتونید. البته ایشون الان این من بالا گذاشتم سال 78 که ایشون صحبت کردن، ببینید همیشه موضعشون یکی بوده، موضعشون انتقادی بوده، ولی چه بسا از اون جمعه خونی مواضع ایشون دیگه به صراحت مشخصه و بیشتر گذر از این حاکمیت دینیه. الان میتونه این حاکمیت کلا عوض بشه یا میخواد کلا دین بره کنار و یک حاکمیت در قبال جمهوری سکولار بیاد روی کار. ممنونم از شما که به نکات خوبی اشاره کردیم. تشکر از شما. آقای لوایی عزیز بفرمایید. بله، ممنونم جناب حاتم گرامی و دیگر عزیزان. من تکیه کردم به بحث‌های دوستان در خصوص بلوچستان بزرگوار که من می‌ستایمش نوع مبارزش را و نوع ایستادگیش را در برابر استبداد. ببینید ما با دو مفهوم طرف هستیم، دو مفهوم که برآیند ساختار استبداده. یکی این که در ایران حکومت و دولت بی‌ملت داریم، یعنی این دولت و این حکومت بدون ملته، چون که برآمده از خواستگاه امت شدگی است. دین سیاسی اسلام بر امت شدگی تاکید می‌کند و امت واحد از شرق به پا خواهد خواست. می‌دونید که اون شعر که از اول گفتند از دنبال اینم هستن، دنبال هلال شیعه هم که هستن، دنبال امت شدگی هم. امت شدگی مکانهای خاص خودشو داره، تعاریف خاص خودشو داره. بلوچستان عزیز ما نگرش اگر از منظر دینی بشکافم کسی را در برابر این امت شدگی تشیع بلوچستان از چون امت شدگی شیعی سنی با امت شدگی سنی جهان سنی فرق میکنه. این بلوچستان از این دو تقابل رنج میبرد در مرحله نخست. در بعد دیگر ببین در مفهوم دولت ملتمندی، ملیتمندی و ملت شدگی که به خصوص شکل اپوزیسیونی استبداد میخواد اونو اجرا کنه، پهلوی ها میخوان اجرا کنن، برمیگردن به پروسه ملت سازی و ملیتمندی و میخوان دولت های تشکیل بدن که ملیتمند باشد. دوباره اینها در تله و در گیرودار و بر تله نژاد پرستی و سانترالیسم میفتن و ملت را فقط مخصوص قومی میدانند که پارس هستند، آریایی هستند و زبانشان هم فارسی است و از این نکته غافلند که ایران کشوری است دارای ملیت ها. ایران ملت ندارد، ملیت ها دارد، ملت ها دارد. دوباره این حکومت ها که در پی دولت ملتمندی هم میخوان و ملیتمندی هم میخوان بیفتن، دوباره بر تله تعاریفی میفتن که برخواست از ساختار استبدادی است. دیگر ملیت ها را 70% از ایرانی ها را سرکوب میکنن. این سخن مولانا عبدالحمید که میگه حاکمیت به خواست اکثریت ملت تمکین کنه، برآیند من اینه که وقتی که شما با دولت های بدون ملت و دولت ها طرف هستین، یعنی اون شما با گروهی سرکوبگر طرف هستین که اقلیت سرکوبگر که اکثریت را سرکوب میکنه. این سخن برآیند این متن است که این اکثریت سرکوب میشه و اکثریت در تعریف ما ملیت ها هستند، ملت ها هستند و تعاریف دیگر. به خصوص در موضوع کلام ایران من تصورم انتظارم از مولانا عبدالحمید بیشتر نیست که مثلا در بیاد در دایره و در تعاریف جامعه شناختی فلسفی جدید به خصوص از منظر ادبیات سیاسی ملیت ها بنگرد. چون ما میبینیم دوستانی هم که قبلا حرف زدن و من بنده اشاراتی داشتم هنوز معتقدن که ستم ملی وجود دارد، در صورت که این تعریف به غایت غلطی است. بارها اینو گفتم،
ستم بر ملت ها وجود داره. یعنی حکومت ملی نیست، دولت ملی نیست و اصلا بر ملتمندی، ملیت بندی اعتقادی ندارد. بنابراین ستم ملی هم نمیتواند باشه، چون ستم بر ملت ها وجود داره. و تعاریفی که میشود خیلی مثلا از منظر جامعه شناختی آزادی خواهان اگر بنگرم بر موضوع، من به نوعی اندیشندگی مولانا عبدالحمید رو که میخواد دین را از سیاست دور میکنه ستایش میکنم. به خصوص ما اینو از یه شخصیت دینی که بیاد این رو به این نتیجه برسه و ما قرنها انسان به این متن رسیده است. متاسفانه در ایران هنوز جدال بر سر این است که دین بر سیاست باشد و نباشد و این عقب ماندگی معناست در ایران. من اینو میستایم و اصولا اما این بخش ما باید از امت شدگی دور شدیم. اما این امت شدگی به این مفهوم نیست که اقلیتی دیگر بر ملتمندی و ملیتمندی تاکید کنند که اصلا بعضا در حضور تاریخی نداشتند، بعضا اصلا قدرت و مفهوم تاریخی نداشتند و به توسط آن ملیتمندی ملیت ها را سرکوب کنند. مثلا ملت ایران بگویند و تحت همین کلمه ملت های ایران و ملت های موجود را سرکوب کنند. ایران یک قرارداد سیاسی است که ملیت های دیگر را، ملت های دیگر را گرد خود جمع کرده است و مفاهیم مثل تجزیه طلبی و تمامیت ارضی و اینها مفاهیم هستند برآیند ساختار استبدادی. بارها اینو عرض کردم. در ایران تمامیت های ارضی داریم، بلوچستان داریم، کردستان، آذربایجان داریم. اینها تمامیت های ارضی هستند. میتونن تمامیت های ارضی یک جا جمع بشن، یه واحد معنایی، یه اتحاد معنایی درست کنن. این واحد های معنایی. بنابراین به این تعابیر که نزدیک میشویم، من احساس میکنم که بلوچستان از سمت، احساس که نمیکنم، اینو درک میکنم، از سمت و سوی هر دو جبهه استبدادی، هم از جبهه دین سیاسی و هم از جبهه سلطنت طلبی، به خصوص از جبهه نجات پرستی و آریایی‌گری آن سرکوب میشود، همچنان که ما هم در طول تاریخ سرکوب شده ایم. من میستایم این روحیه را، دین سیاسی را باید کنار بگذاریم، در این حال نجات پرستی سیاسی را و اوریان را که در ایران رشد کرده و بخشی گوشه‌ای از آن همان سلطنت طلبان و پهلویستا و اینا هستند، باید از اینا عبور کنیم. به اشخاصی چون عبدالحمیدها در این بحران خاص احتیاج داریم، نه از این منظر که کاملا مثل معنا و مفهوم ملیت ها و جهانبینی معنا و ساختار آزادی را درک کردن، نه، بلکه به این معنا که دارن تلاش میکنن تا این نسل و نسل آینده در اندرونی ساختار معنا خودشان را پیدا کنند، اگرچه اونها و مربوط به بخش سنت کلام هستند. تشکر میکنم. بله، ممنون از شما آقای لوایی. آقای دادیار عزیز بفرمایید. من یک 10 دقیقه دیگه خبر کنم. بله دوستان عزیز، لطفاً ممنون میشم اتاق شیر کنید و دوستانتون رو دعوت بدین. کسانی که میخوان تو بحث شرکت کنن دست بلند کنن، بنده با افتخار دعوتشون میکنم. کی میخواد از عزیزان صحبت کنه الان؟ بزرگزاده شما الان وقت دارید صحبت کنید. من یک کمی بذارم جناب حاج. بله بفرمایید. من یک متن دریافت کردم توی اتاق بودم. ببینید امروز وقتی ما مثلا من داریم بر مبانی ساختار استبدادی که مؤلفای آن هستند ما میتازیم، خب مثلا من به شاهنامه اعتراض میکنم، میتازم. این دوستان باید درک کنن که با اتفاقا این چیز موضوع میمون است. چرا؟ سالهاست ما را درک کنید، کتاب‌های ما را سوزاندن، تاریخ ما را، فرهنگ ما را، زبان ما را در اندرونی و در لابرینت ساختار استبدادی سوزاندن. اینا باید بدونن که ما چه میکشیم.
من به متنها نمیتازم، اما به خصوص بر متون ساختار استبدادی، بر متون دینی، بر امثال سروش ها بتازیم، بر شاهنامه بتازیم، اینو درک کنن که 1/100 کارهایی را که اونها بر فرهنگ ها، بر ملیت های دیگر تاختن انجام ندادیم. بنابراین باید حوصله داشته باشند و باید بشنوند. ما در روشنفکری و در اندیشندگی ملیت ها، در اندیشندگی ما همه زبان ها محترم هستند، اما زبان ها را به سلاح، به شمشیر، به سپر تبدیل کردن کار درست نیست. کار زبان آفریدن به خلاقیت، کار اندیشندگی هم همینه، کار یه روشنفکر هم همینه. سوای من چون روشنفکر را دینی نمیدانم، حتی ملی هم نمیدانم. اگر بگیم روشنفکر ملی، روشنفکر دینی، اینا تعاریفی است که روشنفکری را از جهانی شدگی معنا به دور میکنه. بنابراین اندیشندگی برآیندی دارد که همه جهان بی‌مرزی است و در این درونی بی‌مرزی ما همه مبانی، همه متون را می‌نگریم. ما عبدالحمید را، مولانا عبدالحمید را اگرچه دارد در مرز شدگی یک معنا، حالا یا امت باشد یا ملت باشد و یا حکومت یا دین باشد، دین سیاسی باشد، نشسته است، اما ما داریم در حیطه بی‌مرزیش آن را تحلیل می‌کنیم. بنابراین اینا تحلیل‌های سیاسی فلسفی نیستند، اینا تحلیل‌های هوشمند و تفکری، تحلیل‌های تفکری هستند، فکری هستند که ما ارائه می‌دهیم و باید مخاطب ما این را درک کنه. تشکر می‌کنم. ممنونم از شما. البته بیشتر ما به بحث تایتل بپردازیم. ممنون میشم از این بود. آقای سرخوش خوش آمدید. بفرمایید، شما تشریف دارید. امروز سخنان خوب آقای سرخوش داشتن تو تلویزیون اینترنشنال. آقای سرخوش تشریف دارید. بله، سلام علیکم. سلام خدمت شما جناب حمزه، حاج حمزه و دوستان دیگر. اسم نمیبرم. بله، من این 4-5 دقیقه به من فرصت دادن ایران اینترنشنال در مورد وقایع امروز زاهدان و گالیکش و کردستان و تظاهرات امروز 4-5 دقیقه بازم وحشی خوبه 4-5 دقیقه بلوچان میشن ناکامی گلک هم شامی زرون مسئله. درسته آقای بزرگزاده شما، آقای از دادیار شما که زبانشناس هستید، این زرون مسئله درسته یا نه؟ یک جوری دیگه من گفتم ناکامی گلک هم شامی. کاملا درسته اینجا. زبانشناس میدان من ببخش من بحری مدن ندی دارم کم کم پیره بون هانی ترش خوب گیری آتد بیچاره بودن سلطنت طلبان. ما هر کسی از بلند بیان به داد تو برسه، ولی منش نبو سرا عادی در اتاقی سلطنت طلبان جمع. من داشتم زبان فارسیه یا بلوچیه یا هر دو؟ نه، فارسیه. بله بله. آقای عبدالحمید، مولانا عبدالحمید در مورد تاپیک صحبت میکنم. امروز خیلی تاکید کردند که حاکم باید انتخاب مردم باشه. منظورش این بود که شما مشروعیت ندارید، این انتخابات های قضایی که انجام میشه اینها درست انجام نشده و خود آقای خامنه‌ای انتخاب مردم نیست. منظور دقیقاً طعنه‌ای بود با آقای خامنه‌ای که حاکم باید منتخب مردم باشه یا از درون صندوق‌های رای بیرون بیاد. این یعنی نه به ولایت فقیه. البته سنی‌ها معتقد به ولایت فقیه نیستند و از همون ابتدای تشکیل جمهوری اسلامی و مطرح کردن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی
یک جورای مخالفت کردند مولوی عبدالعزیز که مولوی عبدالحمید بعد از وفات ایشون جای مولوی عبدالعزیز رو گرفتن. مولوی عبدالعزیز در مجلس این مسائل رو مطرح کرد و هنوز سخنانش هستند. حتی در مورد آموزش به زبان مادری و آموزش زبان مادری هم صحبت‌هاش شد. آقای بهشتی وعده و ایده دادن بله شما میتونید آموزش داشته باشید به زبان خودتون، ولی حقیقت که هیچ کدوم از وعده‌های آخوندا به اجرا در نیومد. چه اون وعده‌ای که آقای خمینی داد که ما همه شما رو به صاحب منزل میکنیم، آب و ابر مجانی میکنیم، به مقام انسانی شما رو خواهیم رسوند. حالا هیچ کسی پیشکش این که مجانی بکنه آب و ابر رو، همین پولیش رو هم نمیتونن به مردم ارائه بدن. چه روزی 10 بار در بلوچستان هم آبشون قطع میشه هم برقشون قطع میشه و نمیتونن این خدمات رو ارائه بدن. حالا چه برسه به مجانیش. و مردم رو نه تنها به مقام والا نرسوندن بلکه مردم رو هم بیدین کردن. مردم ایران خصوصا مردم شیعه از کلیت دین گریزان شدن. خیلی ها لامذهب شدن، خیلی ها مسیحی شدن، خیلی ها به ادیان دیگر گرویدند و یکی از کیسه های معمول پناهندگی گرفتن در اروپا برای خیلی از ایرانیان شیعه، چون در سنی ها کم این کیس استفاده میشه، این است که مسیحی شدن، به مسیحیت گرویدن. حالا دروغ یا راست اون شما نمیتونم راست آزمایی بکنم، ولی خیلی ها طبیعتا تغییر مذهب دادن از دست این جنایت 43 ساله ها این حاکمیت شاه شیخ. حالا بله الان بلوچستان همونطور که میدونید شعله این انقلاب رو روشن نگه داشته و حتی ترکمن صحرا، بخش‌های از ترکمن صحرا، بلوچ‌ها و ترکمن‌ها هم در شمال، همینطور کردستان هم به هر حال اینا هم به طبیعت از زاهدان روزهای جمعه میان، چندین هفته پشت هم میان و از ماموسه‌های خود دفاع میکنن. منتظر شعار مردم بلوچستان همیشه این بوده که هموطن بیا به خیابونا، و در یکی از شعارها گفتن که با نشستن در منزل و پنجره ها رو باز کردن شبانه و اشعار دادن حکومت سرنگون نمیشه، بلکه بیایید به خیابونا. یکی از پلاکاردها مضمونش تقریبا همین بود. دقیقا به حضور ذهن ندارم جمله دقیقش رو بگم. به هر حال این انقلابی است که به نظر من برگشتی نداره و متوقف هم کاملا نمیشه، نخواهد شد. رژیم جمهوری اسلامی هم یک عقب نشینی کرد در بلوچستان، علیرغم اینکه بالاترین مقام‌های استانی و قضایی جمهوری اسلامی در بلوچستان تجاوز سرهنگ ابراهیم کوچکزایی فرمانده سپاه در چابهار رو به یه دختر بلوچ 15-16 ساله بارها تکذیب کردن، ولی الان خبرش در اومد که به اصطلاح یک حکم دادن بهش 15 ماه زندان برای یک تجاوز عظیم از یک کودک. 15 ماه زندان. توجه بکنید بیش از 100 نفر رو کشتن به خاطر اینکه بگن این اتفاق رخ نداده. بیش از 700 نفر 800 نفر رو در بلوچستان زخمی کردن به خاطر اینکه بگن که این رخ نداده. اونایی که این مسئله رو افشا کردن، اونا رو دنبال کردن. مولوی نقشبندی رو فقط به جرم اینکه ایشون رفت
صحبت کرد با دختر و مادر دختر و خانواده دختر و بعد متوجه شدیم صحت داره، اومد اعلام کرد ولی همین جنایت رخ داده. ایشون رو سر به نیست کردن، خواستنش به بهانه به دادگاه روحانیت مشهد کاشکی نمیرفت و تو مسیر رو بودنش و معلوم نیست سرنوشتش کجا ختم شده. این جوان بلوچ رو که منتقد رژیم بود و قبلا هم بهانه‌های واهی به قتل یک مولوی بسیجی بلوچی ایشون و پدرش رو و برخی از اطرافیانش رو زندان کردن، چند سال شکنجه دادن، حتی اینا رو به تلویزیون کشوندن، به اعتراف کردن، ولی بعدها افشا شد که نه اینا بیگناه بودن، از همون اول بیگناه بودن و اینا رو آزاد کردن. طبیعی است در هر جای دنیا وقتی که یک قوه قضاییه وقتی که حکمی رو اشتباهی بده، انسانی رو بیگناه به زندان بکشونه، بعد متوجه بشن که این حکم اشتباهی بوده، کلی عذرخواهی میکنن، کلی هم دولت جریمه بهش میده. یکی از بنگالی ها اینجا در سوئد چندین سال پیش به جرم قتل یک پیرزن محکوم شد، 15 سال زندانی کشید فکر میکنم. بعد متوجه شدن به هر حال از یه طریقی نمیدونم DNA یا چیزی دیگه، چون خیلی وقت پیشه، متوجه شدن که ایشون بیگناه 15 سال در زندان بود. نمیدونم چندین میلیون بهش جریمه دادن که بابت این اشتباهشون. ولی در جمهوری اسلامی با وجود اینکه این آقای نقشبندی پدرش و چند نفر دیگر رو گرفته بودن، زیر شکنجه ازشون اعتراف گرفته بودن، از برخیشون اعترافات تلویزیونی، و بعد متوجه شدن که اینا اینا بیگناه، البته از اول میدونستن این سناریو اشتباه، ولی فاش شد. به هر حال اینا بیگناه بودند و از زندان آزاد شدن، با وثیقه آزاد شدن، به جایی که به اینها مثلا بابت غرامت بدن، بابت اون سالهایی که زندان بودن شکنجه دیدن، چیکار کردن؟ حتی اینا با اون قرار وثیقه آزادشون کردن و گفتن حق صحبت کردن ندارید، ولی ایشون ادامه داد این جواب و الان معلوم نیست سرنوشت کجا خواهد شد. من بیشتر وقتتون رو نمیگیرم. جامعه‌های اعتراضی زایدان، خاش و کل بلوچستان و همچنین گالیکش، ترکمن صحرا و حتی کردستان ادامه پیدا خواهد کرد و امیدواریم که سایر شهرها این جامعه‌های اعتراضی یا هر روز بپیوندن و فساد رژیم رو برای همیشه جمع کنن. ممنون از فرصتی که من دادید. بله، ممنون از شما آقای سرپوش، آقای مبارکی، آقای عراقی، آقای دیاکو، خیلی خوش اومدید. آقای مبارکی بفرمایید، شما رو میشنویم. سپاس جناب، من تازه اومدم، شما حرفاتون ادامه بدین. شنوندم فعلا مهم جان از هانی گفتی، ولی اینکه من چه فکتایی آوردم نگفتیم چیزی. جون بله بگذاریم من تو استیج بودم ولش کردم اومدم، چون من میدونستم اینا نمیذارن صحبت کنم، اینا تربیت ندارن متاسفانه. بله از اون گفت بگذاریم آقای مبارکی، نه خوبی گفتیم، از اون گفت بگذاریم به تایپ. چیزی همش تحریف میکردن از اینکه مثلا عزیز یک رعیت بوده در تهران رفته دست بکنه. صحبت کردن آقای فروتن، صحبت ممنونم آقای فروتن صحبت کردن در موضوعی که شما دخالت میکنم. بله که به شما سر میکنم. آقای دادیار شما الان میتونید. بله من الان وقت سخن دارم. درود دارم بر همه همیهنان عزیز، درود دارم بر همه رنجیده خاطران، مادران داغ دیده که بر سوگ فرزندانشون که از دست دادن و غمشون هرگز از دل هیچ انسانی به ویژه در تلاطم انقلاب و در روزهایی که این انقلاب شکوهمند و پیروزمند بر آستانه زرین پیروزی خودش داره گام برمی‌داره،
درود دارم بر همه رزمندگان راه و به ویژه بر به پا خواستگان تداوم هفته یک روز زاهدان و رهبر سیاسی بلوچ جناب عبدالحمید اسماعیل زهی که به عنوان یک انسان و امروز به ویژه بر تأکید بر دیدگاه و مرتب پیوسته بر دیدگاهی سخن میگفت که در این دیدگاه مرتب اگر توجه بفرمایید و گوش بکنید چندین بار بر دیدگاه و این نظر و این برداشت سخن میگوید. میگوید برداشت ما انسانی است ماورای دین، رسما مستقیم با برخوردی بسیار بسیار انسانی و با زبانی گویا. در برداشت ما زن و مرد حقوق یکسان دارند. در برداشت ما که انسانی است همه برابر حقوقند. در برداشت ما که انسانی است رهبر از سوی مردم برگزیده می شود. در برداشت ما این برداشت را در حقوق تساوی با جنگ و با ستیز فراهم می کنیم. با همه چیز در مقابل در واقع تضعیف این برداشت می ایستیم. برداشتی است تأکید میکنه، برداشتی است انسانی. توجه بفرمایید، گوش بکنید، این مرتبه رو 2-3 بار برگردانید. از مرز دین و آیینه های همه مذاهب گذشته است. میگوید هنگامی که ما میگوییم مذاهب برابرند دیگر سخن است هیچ گونه تبعیضی نیست. همه اهم کار ما برداشتن تبعیض است. تبعیض را باید از میان برداریم و انتخابات، در امر انتخابات میگوید همه برداشته های ما چه از دین گرفته چه ماورای دین بر انتخاب و گزینش مردم استوار است، نه خدا. مستقیم میگوید رهبر را خدا بر نمیگزیند. مستقیما گفته است، میگه برگزیدگی بعد از پیامبر بر مردم و رهبران اجتماع به دست خدا و قرآن نیست، بر دست مردم است. گوش فرا بدید دوستان عزیز. به جز پیامبر همه رهبران اجتماع در جوامع ما انسانی است و مردم برمی‌گزینند. پس ولایت فقیه دروغ است. تمام دوستان. یک استان نمیتواند در مقابل یک لشکر 400,000 با هواپیماها و با تانک‌ها و توپ‌ها برخیزد و اینو ادامه بدهد تا همیشه. آقای عبدالحمید اسماعیل زهی به تنهایی نمیتواند با مردمش در یک استان در مقابل این ددمنشان بایستد. به تنهایی نمیشه. اگر او بر حق است باید بر حقانیت او و مردمش دفاع کنیم، پشتیبانی بکنیم. همکنون که بزرگترین اجتماع 19گانه مرکزیتی های ایران به دفاع از قومیت ها و ملیت ها برخواستند، آنها بتوان دو بکنیم. هم گفتار جناب عبدالحمید اسماعیل زهی رو و هم این پیوند یگانگی و بزرگ امضای 19 تشکل بزرگ صنفی که هر کدومشون 10,000 انسان مرکزی پشت هم دارن، اینها رو ترکیب بکنیم. بکوشیم تا این یک روز هفته را به همه شهرها تبدیل بکنیم. در غیر آن صورت این نشدنی است و امروز یا فردا ما چقدر باید در این وسوسه باشیم که امروز او را دستگیر میکنند یا فردا. امروز در آن نقشه شومشان به گفته‌هایی برخواهند خواست که شایسته هیچ انسانی نباشد یا فردا. ما باید از این وسوسه فائق برآییم. باید با این وسوسه شب را به صبح نگذرانیم که کی چنین اتفاقی میافتد. زاهدان به تنهایی، جناب عبدالحمید اسماعیل زهی به تنهایی بار سنگین این تظلم، این ستمدیدگی رو به تنهایی، رفع این ستمدیدگی رو به تنهایی نخواهد کشید. ما باید هر آنچه در چنته داریم، این دو ارگان بزرگ، این دو نیروی بزرگ، این دو لشکر بزرگ امضای 19گانه رو
با گفتار و حرکات هر هفته یک روز زاهدان در هم آمیزیم. سپاسگزارم. مرسی. بله، تشکر آقای استاد دادیاری عزیز. آقای عراقی بفرمایید در خدمت ما. باشه. من زیاد وقتتون نمیخوام بگیرم، فقط میخواستم به آقای دادیاری موضوع بگم. الان دیدم اتاق دوستان از بلوچستان هست که اون بهتری فرصت که یه حرفا بزن. دوستان به نظر من آقای مولوی عبدالغنی داره یک نمونه میزنه. ایشون یعنی درس سکولاریسم شده مظهر سکولاریسم. باید به من فکر کنم بایدن باید بیاد پیش ایشون درس یاد بگیره، بعد طالبان و بعد ملاهای شیعه. بایدن که میگم منظورم مسیحی یهودیای اروپا. باید برم پیش ایشون سکولاریسم یاد بگیرم و ایشون در تاریخ ایران ماندگار شد و نامش جاودان خواهد ماند. درود باشه. ممنون از شما آقای عراقی. آقای دیاکو خوش اومدید عزیز. بله، عرض ادب و سلام دارم خدمت شما دوستان بزرگوار. من وقتی از اتاق یکی از ملل تحت صدام در جغرافیای سیاسی ایران برگزار بشه همیشه مشتاق میام و مخصوصا دوست دارم شنونده باشم، ولی همیشه شامل لطف مهربانی شما بزرگوار قرار گرفتم. شخصیت من یک روز در مورد شخصیت سیاسی مولانا عبدالحمید در یک اتاقی در خدمت بزرگواران چند نکته رو مطرح کردم و این نگاه شخصی خودم یا اون خانش خودم از کنش هایی که آقای مولوی عبدالحمید دارن انجام میدم و اون کنش های کاملا ساختار شکنانه به چه نوعی در راستای منافع مردمان هستش، به چه مفهومی در راستای اجرای عدالت هستش، به چه مفهومی در مفهوم همون دوست عزیزمون که اشاره کردن سکولاریسم به معنای واقعی هستش. اون نگاه دینی حاکم و کاملا به چالش میکشه، چه آن زمانی که از حقوق واقعی حتی بهائیان و دیگر دینها و دیگر ادیان دفاع میکنه، چه در امروز که بسیار دقیق، شفاف و به قولی به روشنی نکات مهمی رو مطرح میکنن. با دقت اگر در سخنرانی بزرگوار دقت کرده باشید، بحث اینو میکنه که اون نوع برداشت و قرائتی که از این ارائه دادن یک قرائت تک‌بعدی بوده و در راستای همون قولی مسائلی هستش که چگونه اون برتری دینی رو حاکم بکنه و این موضوع به چالش میکشه و قرائتی جدیدتر ارائه میده و اصل حکم اعدام رو به چالش میکشه که هرچند اصلا در ساختار حاکمیت جمهوری اسلامی انسان‌ها رو با احکام دینی مثل محاربه، مفسد فی الارض و با بنمایه‌های دینی به مرگ سپردن و سلب حیات کردن، ولی ایشون این اصل رو به چالش میکشه. اعترافات اجباری یا همون مسئله شکنجه رو مطرح میکنه، این موضوع به چالش میکشه و اون مساله ملی، عرض کنم دینی و همه اینها رو با شفافیت کامل به چالش کشیدن امروز. و حتی مسئله
خیلی به صراحت این جمله‌ای که ایشون گفتن، یه مردم هستن که سرنوشت خودشان را تعیین میکنن و حاکم را انتخاب میکنن. اون دقیقا اون نگاه سیستم افقی رو مطرح میکنه که خیلی از تئوریسین‌های سیاسی یا جامعه شناسان سیاسی این مسائل رو مطرح کردن و تئوریزه کردن و شخص‌های مولانا عبدالحمید این نکات جالبی رو مطرح میکنه و هر هفته به یک سورپرایز کنش از شخصیت و گفتمان کنش ایشان رو ما میبینیم و این کنش ها دوستان منو یاد شخصیت ای کاش در این مقطع زمانی هم شخصیت شیخ عزالدین حسینی وجود داشت و این بزرگواران در کنار هم، یکی در بلوچستان یکی در کردستان، و شخصیت های دموکرات و سکولاری که حتی در بین امامان ملت عرب هم بودن در اون مقطع زمانی و اون نگاه های بسیار دقیق و درستی که دارن ارائه میدن و اون خواستگاه هایی که خواهانش هستن، نشان از اون مدنیت، نشان از اون جامعه مدنیت نه به معنای شعری، اون مدنیت به معنای مترقیش مد نظر من هستش و مترقی و کاملا دموکراتیک. یعنی این مفاهیم دموکراتیک آقای عرفی گفتن این کاش فلان میمدن یاد میگرفتن، کاملا معتقد هستن. چنین شخصیت هایی در تاریخ ماندگار خواهند شد، همونطور که در جنبش مثلا کردستان شخصیت شیخ عزالدین و در کل ایران ایشون شناخته شده بود و اون خواستگاه های فکری و اندیشه‌ای مشخصه. الان این شخص همون رهبری کاریزماتیکی هستش که من به عنوان اون رهبری کاریزماتیک دارم میبینم. بنده دیندار نیستم که نگاه تعصبی دینی داشته باشه و بگم چون ایشون مولانا هستن، مولوی هستن، از این خواستگاه من میخوام دفاع بکنم از شخصیت ایشون. نه من واقعا هیچ اعتقادی به هیچ دینی و به خودم ندارم، ولی این واقعیت های این از کنش ها و رفتار و منش یک رهبر کاریزما دیده میشه. چرا میگم کاریزما؟ چون اون چشمانداز هایی که در نوع گفتمان و کنش مولانا عبدالحمید دیده میشه کاملا متضاد، یعنی در تقابل با وضعیت کنونی هستش. یعنی در برابر ستمگر ایستاده و در قسمت درست تاریخ وایستاده و هزینه ها رو با جان و دل قبول کرده. یعنی اینکه میدونه چه هزینه ها و چه ریسک های بزرگی تقبل کرده. از خودگذشتگی برای رسیدن به هدف مشترک مردمان رو داره همراه خودش فریاد میزنه و اون مهارت رو ما میبینیم، مهارت خودش رو در فراتر رفتن از نظام موجوده. این خیلی عالی، بحث گذر از جمهوری اسلامی، برپا کردن جامعه‌ای سرشار از تمام این مسائلی که حداقل در این امروز ما شنیدیم. اون تعیین سرنوشت مردمان و تعیین حاکمانشون، اون دموکراسی، اون سکولاریسم، اون خواستگاه های کاملا مترقی که ایشون دارن. بعد در اون برنامه من خوب یادمه یکی از نکات مثبت جناب مولانا ارزیابی دقیقی از منابع محیطی و بیرونیش، یعنی اینکه آشناس به جنس صداهایی که در کف خیابان‌ها سر داده میشه و آشناس به اون کنش‌ها و ارزش‌های بنیادی بین المللی و کنوانسیون‌های بین المللی که در سطح جهان چه چیزی داره سر داده میشه. یعنی به وضوح کاملا مشخص هستش و جای بسی افتخار و خوشبختیه که حضور چنین شخصیت‌هایی رو ما می‌بینیم. تا امروز حذف کردن، نادیده گرفتن، صداهاشون رو خفه کردن که شنیده نشد، ولی در این فضای خفقان ما می‌بینیم که چه صداهایی رو داریم و چه صداهایی گم شده بودن تا کنون.
من بیشتر صحبت نکنم، فقط خواستم در خدمتتون باشم و هم عرض ارادت و اون نکاتی که برای من خیلی قابل اهمیت بود از اون شخصیت کاریزماتیک و اون صداهای مترقی بر مبنای اصول دموکراتیکی که در این صدا وجود داره، من واقعا لذت میبرم. واقعا سپاس. امیدوارم جناب مولانا صدای ما رو بشنوید. سپاس از اینکه هستند و سپاس از اینکه صدای ما هستند و بیشک من اصلا دغدغه اینو ندارم که چگونه ایشون رو دستگیر میکنه، چگونه هستون، چون حاکمیت هزینه هاش بسیار بالا خواهد رفت، بسیار بالا خواهد رفت و چنین جسارتی و چنین جرأتی نداره حاکمیت. حتی دیکتاتورترین حاکمیت ها نمیتونن چنین صداهایی رو حذف کنن. حتی در همون بولتن سپاه پاسداران در فارس هم اشاره کرده بودن، چون حتی منجر به دستگیر کردن ایشون هزینه بسیار کلانی و سرعت انقلاب و ریتم سرعت و بسیار پیشرونده خواهد بود و تمام شده خواهد شد. برای همین حاکمیت دست نگه خواهد داشت و سعی کرد که از پروژه های کثیفش استفاده کنه، ولی در این هم موفق نشد. اون هم از مشخصات کاریزماتیک بودن این شخصیت هستش که نتونستن حتی ایشونو وارد بازی میدانهای کثیف بکنن که مثلا در بولتن نوشته بودن که بله بی آبروش کنیم، یه بار از وهابیت بهش برچسب دادن، یه بار فلان کردن، یه بار مسئله دیدگاه زنان رو مطرح کردن. ولی ما داریم میبینیم اون برابری، اون حتی در گفته‌های امروزش هم اون حقوق برابر زن و مرد و تمام جنسیت‌های یا خاستگاه‌های اجتماعی جنسی و جنسیتی و کاملا مشخص است. هرچند من صحبت کنیم در این مورد واقعا کم گفتیم و این از زبان شخصی نیست که خواستگاه دینی داره مثل من دیاکو، ولی این واقعیت‌هایی هستن که بایستی ما هم تمکین کنیم هم قبول کنیم که این شخصیت‌ها، این صداها هستن که از جنس صداهای مردم هستن. سپاسگزارم از فرصتی به من دادین. اگر طولانی هم صحبت کردم پوزش میخوام. بله، ممنون از شما آقای دیاکوی عزیز. مثل همیشه عالی بود صحبت داشت. شما به نکته‌های خوبی اشاره کردی. البته در مورد فروش اموال ملی دولتی یعنی مردمی به نرخ‌های بسیار ارزان به نهادهای خاص و به راندخاران خاص و می‌بینیم که الان یه طرح جدیدی آقای رئیسی آماده کردن که یه سری اموال دیگه مخصوصا در اموال آموزش و پرورش و کشاورزی دولت و ملی رو بفروشن، بازم راندخاری. ممنون آقای دیاکوی عزیز. دوستان کی میخواد صحبت کنه مایک بزنه، بنده بهش وقت بده. آقای بزرگزاده شما رسیدین به مقصد، هنوز شما مایک ندارم. آقای عبدالله شما صحبت کردین. دوستان ممنون میشم اتاق شب دست بلند کنن تشریف بیارن. سپاس. من خواستم در مورد دکتر عربی کامنت شما رو دیدم، سپاسگزارم. اگه تشریف میومد بله بفرمایید. در تایید حرف جناب دیاکو یه لحظه میتونم حرف بزنم؟ صدا میاد؟ بله. دقیقا در تایید اولا خسته نباشین. سپاس و حضور همه حضار. دقیقا در تایید حرف جناب دیاکو در مورد مولوی عبدالحمید، این که واقعا ایشون هر هفته که میاد آپدیتر هستن در مورد مسائل جهانی، کلا مسائل حقوق بشری و دموکراسی و حقوق از زن گرفته، جنسیت گرفته و ملیت گرفته، حقوق انسانی و طبیعی، همینجوری که ایشون میگفتن واقعا یعنی
اون مقایسه که گاهی بعضی از روشنفکرها یا افرادی که منتقدین دین هستند از ایشون گاهی میگن که خمینی هم اینجوری میگفت. یعنی مقایسه بکنید اصلا واقعا زمین و آسمانه، اصلا قابل مقایسه نیست روشنگری ایشون و اطلاعاتی که دارن و حرفایی که میزنن. واقعا قابل توصیفه، اصلا مقایسه نیست. به طور کلی منو کاملا یک دیگر به نسبت اوایلی که قبل از ایشون بیان وارد این صحنه بشن یا اطلاعاتی که در مورد ایشون داشتیم. یعنی واقعا منو داره متعجب میکنه، متعجب این که یک آدم مذهبی، اونم از این منطقه بلوچستان، بیاد همچین آگاهی کامل به مسائل جزئی دموکراسی وارد باشه و آپدیت باشه، اصلا قابل توصیف واقعا. سپاس از اینکه به ما کردید. بله ممنون آقای مبارکی عزیز. دوستان کی میخواد صحبت کنن؟ آقای پهره‌ای، استاد پهره‌ای، مایکت بازه، بفرمایید. استاد پهره‌ای. صدام هست دوستان؟ بله صدای شما هست واجه حمزه، ولی شاید ایشون با مایکشون مشکلی دارن. یک چند لحظه صبر کنیم ببینیم اگر بتونن دست بشن به ما. دادیار کجا رفتن؟ صدایار مگه بالا نبود؟ هستم، بالا هستم. نت شما مشکل داره. واجه پهره‌ای انگار نمیتونن وصل بشن به ما. آقا شبیر بفرمایید. با سلام و درودهای فراوان، امیدوارم همگی خوب و سلامت باشید. ببینید من علیرغم این که در طی این دوره پروسه چندین ماهه که جنبشی در ایران شروع شده و جمهوری فاشیستی اسلامی رو به زیر سوال کشیده، در این مورد من بارها قبل صحبت کردم و موضع خودم رو روشن کردم. این جنبش در پروسه خودش از طریق علیرغمی که ضربه‌های محکمی در خیابان به جمهوری فاشیستی اسلامی میزنه، ولی صرفاً از طریق مبارزات خیابانی به نتیجه نمیرسه. دلیلش چیه؟ ما یک فرمول داریم، فرمول 227. اون دوی اولش به مفهوم این است که امروزه جامعه ایران به انقلاب نیاز دارد یا به رفرم. رفرم یعنی چی؟ یعنی اصلاح طلبی، یعنی نظام رو میشه به اصطلاح اصلاح کرد و تقویت کرد. حالا شما به من بگید آیا رهبری جنبش بلوچستان که به هر حال به طور مترقی هم سایت گیری کرده با انقلاب به اصطلاح مردم و به درستی هم، آیا رفرم قبول دارد یا انقلاب؟ انقلاب خب مفهوم خاصی داره. انقلاب یعنی تمام سیستم اقتصادی، تولید اجتماعی، حق حقوق مردم از زاویه اقتصادی و سیاسی. آیا اینها را میخواهد این رهبری؟ خب به نظر من نه. حتی جنبشی که در ایران هست و منشوری هم به تازگی به اصطلاح دادند، این جریان‌های صنفی، حتی اینها هم از چهارچوب سیستم موجود نگذشتند. یعنی اصلاح طلبی تنها
به اصطلاح اصلاح کردن رژیم نیست. اتفاقا یک نوع اصلاح طلبی هم هست، رفرمیستی هست که شاه برود و خمینی بیاید، خمینی برود و شاه بیاید. یعنی این هم یه شکل اصلاح طلبی و رفرم هستش. اما مردم ایران به انقلاب احتیاج دارند. یک، اون دوی دومش یعنی 227. دوی دومش به این مفهوم است که امروزه دشمن بشریت در جامعه کیست؟ سیستم امپریالیسم جهانی. این فقر و بدبختی و بیکاری و محیط زیست و تمام این خرابی ها از این سیستم، از مناسبات سیستم سرمایه‌داری جهانی بلند شده که جمهوری اسلامی هم بخشی از این است، رژیم شاه هم بخشی از این بود و اگر رژیمی بیاید باید از این جدا بشود. یعنی اگر در ایران یک رژیمی بیاید باید از این مناسبات جدا بشه که اون ریشه ستم و استثمار و بیکاری و به محیط زیست، خراب شدن محیط زیست از بین بره. بنابراین ما دشمن اصلی ما سیستم جهانی امپریالیستیه که بنیادگرایی دینی هم که از طالبان گرفته، جمهوری اسلامی گرفته، داعش و القاعده و بوکو حرام و نظرم حشر شعبی و تمام این جریانات بنیادگرایی دینی، حتی در شکل بنیادگرایی یهودیش باشه، هر دینیش باشه، اینها دشمن مردم هم. یعنی دو نظام دشمن مردم هم در سراسر جهان، نه تنها در بلوچستان بلکه در ایران، بلکه در تمام دنیا. نظام سیستم امپریالیستی و بنیادگرایی دینی، این هم دوی دوم است. هفتش چیه؟ 277 چیه؟ بدون قوانین، از بین بردن قوانین شریعت در حکومت و دولت ما به جایی نمیرسیم. یک. دو، بدون اینکه این ساختار دولتی جمهوری اسلامی کلاً از با ارتش و سپاه و تمام نهادهای ارتجاعی که سرکوب و پلیسش و اینها باید از بین بروند. یعنی بدون سرنگونی اینها ما به جایی نمیرسیم. سوم، بدون سرنگونی حجاب اجباری و ستم بر زنان و ستم بر دگرباشان جنسی ما نمیتونیم این یک دولت خوبی درستی داشته باشیم که در خدمت مردم باشه. چهارم، بدون توقف فقر و نمیدونم گرسنگی، حل فوری اینها ما نمیتونیم به جای برسیم. بدون اینکه جنگ‌هایی که جمهوری جنایت اسلامی در منطقه به وجود آورده ما نمیتونیم به جای برسیم. یعنی اینها باید توقف بشه. بدون اینکه محیط زیست یعنی توقف بشه و براش فکر بشه، یعنی دولتی باید به وجود بیاد که بتونه به این 7 نکته توجه داشته باشه، که بتونیم یک دولتی داشته باشیم که در خدمت مردم باشه. آیا رهبری بلوچستان به اینها معتقد هست؟ اگر هست خب من دنبالشم. اگر نیست که به یقینا هم نیست، یعنی یک رهبری دینی نمیتونه چه بلوچستان رو و چه ایران رو و چه چیز رو رها بکنه. بنابراین علیرغم این که رهبری مولوی به اصطلاح مردم رو به اتحاد آورده، تا اونجا قابل تحسین است، ولی یک رهبری دینی هرگز با بحثایی که میکنه، امروز هم به اصطلاح رفراندوم رو مطرح کرده بود که به نظر من رفراندوم یعنی چی؟ رفراندوم یعنی قبول کنید که جمهوری اسلامی باشد یا نباشد. با گفتن اینکه کسی که در اصل رهبری دینی رو قبول میکنه، یعنی 50% جامعه رو از دید پدرسالاری ستم بر زن میکنه و اینها به نظر من غلط است. ما باید هوشیار باشیم و پی انقلاب
باشیم با اون 277 فرمولی که گفتم. یعنی باید انقلاب بکنیم نه رفرم. باید دشمن اصلی خودمون رو که نظام سرمایه‌داری و نظام به اصطلاح بنیانگرای دین هست رو این رو قبول کنیم و اون 7 توقف رو قبول کنیم که بتونیم واقعا جامعه بسازیم که بنیاداً با سیستم موجود در مخالفت باشه و بتونه تمام خواستهای بشر و جامعه بشری رو چه در ایران و چه در بلوچستان و چه در جاهای دیگه دنیا بتونه صحیح بکنه. بسیار متشکرم از وقتی که ما ممنونم از شما و شبیه. خانه من یه سال دارم از آقای اگر لطف کنید آقا دیاکو قبل از شما برای من مسیج داده بودن و میخواستن کامنت بذارن، ایشون کامنتشون رو بگن بعد نوبت ممنونم. بسیار متشکرم. مهم جان، اتفاقا من دوست داشتم من قبل از صحبت کنم، چون من اگه صحبت کنم و دفاعی هم داشته باشم من نکنم. تو برای هستی داری از این شخصیت دفاع میکنی. دو موضوعی که وجود داره، یکی این که یک شخصی برای من نامه فرستادن، شخصی به نام آقای آر دوتی، مسائلی رو مطرح کردن از حقوق بشر. گفتن که به قولی قانون یکسان و نوشتن که فلان حقوق بشر یعنی هر کس فارغ از زبان و نژاد و گرایشات جنسی در مقابل قانون یکسان است. این تعریفی که شما کردین، اون قانون، این حقوق شهروندی، حقوق بشر یه حقوق ذاتی هستش که هر انسانی اینو داره و هیچ قراردادی هم ضرورت نداره داشته باشه. اون مسئله‌ای که شما مطرح کردین حقوق شهروندی بین شهروندان با یک دولت یا با یک حکومتی که وجود داره و اون حقوق خودش رو ثبت میکنه و اونجا به چیزی به نام قانون هستش که اون قانون این حقوق رو تعیین میکنه. این یک. ولی در مورد صحبتایی که اشاره کردیم، یکی این که آقای شبیه من احساس کردم یا اون در مورد اون 20 انجمن صنفی که مسئله ائتلاف مطرح کردن، یا اینکه با دقت نخوندید یا اینکه نخواستین بخونید همشو، از همونجا معلومه این ائتلاف برای گذر از جمهوری اسلامی ایران هستش، نه اینکه برای تغییر و فروپاشی و جایگزین قدرت. کاملا مشخصه، در ابتداشون نوشتن و بندهای دهگان هم که اشاره کردن کاملا مشخصه، یعنی ضرورت نداره ما اینو کاسه باطل جاری خاک کاسه توی مادر کفه مادر جنده مادر کاسه هی امیر مادر کاسه با تو هم. اتفاقا اینم مایکشو نبندید لطفا، بذار خود ای کاش میموندن. ببخشید من ایشون رو رموز کردم چون واقعا بیادب و بی‌تربیت. ولی خواهر عزیزم برادر زاده من ای کاش میموند، چون ایشون این یعنی پهلوی اینها متاسفانه یقینا یا مرتجع های پهلوی است یا جمهوری اسلامی دیگه. آره ولی جالب بود، اینقدر عصبانی شدم بدون استدلال هستم هانی جان من صحبت ما تموم کنم بعد نگاه آیه شبیه اون اینترنت من و حاجی ببخشید آقای دیاکو عزیز یه لحظه. هانی جان اینترنت من و حاجی خیلی ضعیفه، خودتون مواظب باشید کیو میاری بالا کیو نمیارید، بعد دستمه باشه باشید. بله متوجه شدم، من نمیشناختم این شخص رو حقیقتا و برای همین نمیدونستم که هستش. سعی میکنم که بیشتر دقت کنم. عذر میخوام من میپرم مثلا خواستم بگم اگه میخواید من اینترنتم ثابته میتونم مدیریتوری کنم اگه من هستم پیدا جون اگه وقت داری ممنونم. نه فقط برای اینکه اگه اتفاق اینجوری افتاد اومدم بالا وگرنه داشتم گوش می‌کردم. بخشید خوشایند اگه همراهمون باشی. موافقم. مرسی. پس من صحبتمو کوتاه کنم. اون ائتلاف یا اون ائتلاف برای ایجاد ائتلاف، یعنی اینکه جبهه دموکراسی خواهی همزمان برای گذر برنامه‌ای داره و بعد از گذر هم برنامه‌ای داره و بر مبنای
حداقل‌ها خواسته های حداقلی مشخص شده و تعیین کرده، نه اینکه اصلاح در قانون اساسی جمهوری اسلامی یا حفظ حاکمیت یا رفرم در حاکمیت. کاملا مشخصه. یعنی نمیدونم چه برداشتیه، چطور شما اونو مطالعه کردید. این یک. در مورد وضعیتی که شما اشاره کردید در مورد خواستگاه یا نوع نگاهی که آیه مولانا عبدالحمید دارن و تعیین کردن پارامترهایی که آیا ایشون هستن یا نیستن و بعد به این نتیجه رسیدی و نیت خواهی کردی که نیستن، از این قابلیت رو ندارن. ایشون مولوی هستن و امام جماعت مسجد مکی و رهبری معنوی و دینی ملت بلوچستان رو دارن و چون ملا یا امام یا ماموسا یا مولوی هستن از این خواستگاه رو ندارن. من در اول عرایزم اشاره به شباهت، نه اینکه ارزش گذاری، شباهت های شخصیتی در نوع کنش های سیاسی و اجتماعی که شخص مولانا عبدالحمید دارن با شخصیت شیخ عزالدین حسینی که من اشاره کردم. ما در اون مقطع زمانی شیخ عزالدین حسینی در جبهه سوسیالیسم دموکراتیک، در جبهه سوسیالیسم و چپ قرار داشتند و مورد اسناد احزاب کردستان ایران بودند و نمایندگی هیئت مذاکره کننده با دولت مرکزی، هیئت نمایندگان خلق کرد به این نام مشهور هستن، داشتن برعهده داشتن که با طارقانی، بهشتی، رفسنجانی، فروهر، بنی صدر و هیئت‌های دولت که مراجعه می‌کردن و با هم مذاکره می‌کردن. ولی خواستگاه‌ها و نوع نگاه‌هایی که داشتن کاملا مشخص بود نوع کنش‌های سیاسی ایشون چگونه است و به چه نحوی کنش سیاسی انجام میدادن و تمام اون پارامترهای مترقی‌خواهانه و دموکراتیک و بر مبنای همون مفهوم عدالت یا عدالت اجتماعی به مفهوم واقعی و همراه خودش داشت و در کنش‌های سیاسی شخصیت آقای مولانا عبدالحمید دقیقاً این دیگه به وضوح دیده میشه. من به عنوان یک انسانی که همین تفکرات معتقد به عدالت اجتماعی هستم که یکی از ادبیات سیاسی جریان چپ گرفته میشه، وقتی که شخصیت سیاسی اینو من بگم که برابری حقوق بین زن و مرد چیز خیلی مهمی نیست، ولی وقتی که از زبان یک مولانا یا یک مولوی یا یک ماموسا داده میشه، این خودخوانشی هست، یعنی خوانشی دوباره قرائتی جدید که به وضوح و مشخص اشاره میکنه، قرائتی جدید از نوع کنش‌ها و اون قوانین اجتماعی و سیاسی در جامعه انسانی رو مطرح میکنه و دقیقاً اون خواستگاه‌های دینی خودش رو از اون بر کنار گذاشت، یعنی که به اون استقلال فکری به دور از خواستگاه‌های فکری و دینی خودش داره اذعان میکنه. من موافق به قولی نیت خوانی نیستم، من موافق این هستم که کنش‌ها را با زمان و با موقعیت و مکان مشخص و زمان مشخص تحلیل مشخص داشته باشیم که کاملا مشخص است و ضمن این که من به عنوان یک کرد هیچ وقت این جسارت رو این اجازه رو به خودم نخواهم داد که به مردم بلوچستان بگم چه کسی رهبر هست یا چه کسی رهبر نیست. این خواستگاه‌ها و در اصل انقلاب هستش که رهبرها رو معرفی میکنه. ولی رهبر کاریزماتیک هست، من خوانش میکنم، من تحلیل محتوا میکنم، من میبینم اجماعی در بین فعالین سیاسی، اجتماعی، مدنی، فرهنگی، زنان، مردان و تمام جامعه فعالین جنسی و جنسیتی و همه وجود داره که این اجماع جمعی در بین ملت بلوچ هستش که ایشون این رهبریت کاریزماتیک رو به عهده داره و تاکنون بدون غرض و مرض به قول از طرف من، خوانش من کاملا به دقیقی و به درستی داره پیش میره، دموکراتیکه، سکولاره، اعتقاد به برابری داره، اعدام و نفی میکنه. این خیلی جالبه، در این اعدام مسئله قصاص هم وجود داره ولی این رد میکنه امروز به وضوح، اصلا جملاتش و یک بار دیگه توصیه میکنم که حتما گوش بدین که بخوانیم، واقعا رد میکنه، مسئله شکنجه رو رد میکنه، به صورت مشخص هم رد میکنه، یعنی اینکه تقیه هم نمیکنه، تفسیرم جای تفسیر و تعویل هم نمیذاره،
مشخصا رد میکنه این مسائل رو. برای همین نیت خواهی نکنیم و اصل واقعیت اون چیزی که هست ما اونو نگاه بکنیم و قبول بکنیم. اگه طولانی اون بود باز برادرزاده عزیزم هانی گرامی و دوستان من پوزش میخوام، ولی دوست داشتم من اول صحبت کنم. جناب سرخوش ببخشید برای اینکه به من نگن به شما یا اینکه بگیم مثلا این بلوچ برای همین از شخصیت مولانا داره حمایت میکنه. از یک شخصی مثل منه که بیدین هستم و بلوچستانی هم نیستم و بلوچ نیستم بیام این دفاع بکنم یا اینکه خواستگاه ها یا نوع نگاه شخصیتی بر این کاریزماتیک بودن مولانا مولوی عبدالحمید رو نگاه بکنم، من اینو دوست داشتم. برای همین من جسارت کردم. خب بیا دیندار شو من میرم مهم جان یک لحظه ببخشید. دورم روم پاچپورتایی حتما یک دو سه ساعت است. خب من پیام دادم ولی ایده برزاوت خوب نه انتمالشین یکی از نسا کشی مجتمع بلوچن کسی رو تا دام شورای روم پاچنت ما وقتم یک سری جنی ولی خوب بانوکانی پروتا و جامی ایستاستن. اجازه است هادی من یک کامنتی داشته باشم؟ آقا شبیر اگه یک لحظه صبر کنید چون شبیر من سوالو میپرسم بعد فکر میکنم آقا حمزه داشتن در مورد یک روم دیگه صحبت میکردن که برای شورای بلوچستان هستش و همزمان هست اونایی که آیانی که علاقهش هستن که بلوچان ودا بروند تونن ودا شرکت بکنن و آیانی که وشش بیدا بمانه ما سک وش بین که گون شما ببین یه روم توی کار شورای برنامه نیست شورای ماهنگی بلوچستان برنامه نیست بالا بله منش شفی مسیج داد نه شورای حزب مردم دیوانه ببخشید حزب مردم دیوانه من اشتباه با حزب مردم دیوانه برات بهارانی که علاقهش هستن بوده ببند شما تونه بوده شرکت بکنه بله اگه لوته تدا ببید که ما سکوش بینید به ما همراهی بکنه مهربانی شما. آقا مهم بفرمایید شما قرار بوده از آقا شقیق یه سوالی داشتیم. بله من در واقع آقای شبیر خب با تمام احترام پیش دارم در یک اصطلاح سیستم خیالی